به نام الله بخشاینده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، همانهایی که این لحظه ها بیدارخوابی میکنند و با شبکه ما، با شبکه قرآن دستورالعمل انسان هستند، و امروز ما در برنامه مستقیم قرار داریم و کوشش میکنیم که در دهه آخر ماه شریف رمضان برنامه های مستقیم را زیادتر پیشکش شما کنیم تا که با بعض معلومات ها ما و شما آگاهی پیدا کنیم و شناخته شویم. و همه آنهایی که در فیسبوک هستند، در ادنکلاسنیک هستند، خوش آمدید میگوییم، و آنهایی که شب زنده داری میکنند. امروز ما تصمیم گرفتیم با استاد گرامی، ختم کرده یکی از دانشگاه های عرب، نامزد علم اسلام، با استاد ادهم حیدرزاده صحبت داشته باشیم درباره نازلی یکی از سوره های قرآن کریم. و من استاد را این لحظه خوش آمدید میگویم و شبکه ما خوش آمدید. سلام باشه، شما را خداوند نگهبان باشد، خوش باشید. امین. و صحبت خیلی خوب می شود که در ماه شریف رمضان درباره قرآن کریم باشد، و چون در انا همین شبها قرآن کریم نازل شده. و استاد گرامی، بیت صحبت را آزاد میکنیم تا که مردم ما این لحظه شاید در اکثری موضع ها نهاری میکنند، در اکثری موضع ها نوکک بعد از تراویح آمدند و شاید بعضی از آنها سوال دارند درباره سوره مسد. و ما و شما آغاز میکنیم و هر آن وقتی که کسی از آنها سوال پیدا کردند در این موضوع، آنها نیز میتوانند به سوال خود از شما پاسخ گیرند. خب باشه دوستان گرامی. و سر آغاز من از شما خواهش میکردم کمی معلومات درباره نزول آن همین سوره، برای چی نازل شده است، در کدام مورد نازل شده است و کی، یک کمی شرح میدادید و بعد از آن انشاءالله با سوال های دیگر می شود. به نام خداوند بخشنده مهربان. یکایی که شما را در این برنامه خوش آمدید میگویم و امیدوارم که این برنامه برای شما مفید باشد و از آن برای خود چیزی فایده‌ناک بگیرید. ما در صدد تفسیر سوره ابولهب به نام ابولهب یا به سوره به نام مسد هست یا به سوره تبت میگن، در همین سوره هستیم. سبب نزول سوره این است که دوستان گرامی، پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی در مکه بودن، برای اون کس آیت نازل شد. آیت گفت و انذر عشیرتک الاقربین، و نزدیکان خودت را بینده، یعنی به آنها دعوت آشکار کن. چون که تا این 3 سال قبل از این پیامبر دعوت پنهانی داشتند و با همین آیت مرحله دومی دعوت و مرحله دیگری دعوت، مرحله آشکارا شروع شد. در این حدیث امام بخاری آمده است که ابن عباس رضی الله عنه میگن که وقتی این آیت نازل شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم بالای کوه صفا بالا شدند، بلند شدند و گفتند یا صباحا و صباحا. این یک ندای بود که عرب‌ها هنگام یکون خطر، اگر حاضر به زبان حاضر گیریم، یک حالتهای فوق‌العاده میشد، همین ندای همین بانگ سر میدادن. وقتی پیامبر صلی الله علیه و این بانگ سر دادن، مردم مکه تعجب کردن، گفتن این چی باشد، چی به داد میزند این مردک؟ و هر کس از خونش یک نماینده فرستاد. آدمی که نمیتونست فرستاد، آدمی که میتونست خودش حضور شد در اون بانگ. پیامبر صلی الله علیه و گفتند هی مردم مکه، اگر من حاضر برای شما خبر دهم که در قفای همین کوه دشمنی هست، دشمن جراری هست، میخواهد بالی شما هجوم کند و شما رو تار و مار کند و وطنتان ضبط کند، شما باور میکنید منه؟
مردم مکه گفتن که بله ما تو رو باور میکنیم چون که ما از تو دروغ ندیدیم. پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که فانی نذیر لکم بین یدی عذاب علیم، این طور که باشد من برای شما بیم دهنده از طرف خدا هستم از عذاب دردناکی که نزدیک است که به شما فرو آید اگر شما یگانگی الله تعالی رو قبول نکنید و رسالت ما رو همچون پیامبر قبول نکنید. اینجا همه خاموش ایستادن، تنها یک مرد اینجا به اصطلاح گمگر شورش کرد، به اصطلاح پیامبر صلی الله علیه و آله هجوم کرد، گفت تبا لک، اگر به تاجیک گمگه مور تو چی شده است که برای همین جیغ زدیم؟ اونو گفت همینجا که با گفت دکان پرستیم اومدیم، زندگی پرستیم اومدیم، کارمون پرستیم اومدیم، برای همین جیغ زدیم اونا. یعنی که به یک همین شیوه دغل با پیامبر صلی الله علیه و آله که رفتار کرد. و اگر زندگیش بعد اینم ببینیم، ابولهب همین چیز رو شعار خود قرار داد و با پیامبر صلی الله علیه و آله جنگ آشتی ناپذیر اعلان کرد. همین ساعت، از همین اولین ساعتی که پیامبری خودشان اعلان کردن، ابو جهل زیر شعاری وای بر تو یا مرگ بر تو که ما رو برای همین فرا خواندی، ببینیم که جنگش اعلان کرد. و پس از این الله تعالی از پیغمبرش دفاع کرد و از آسمان، یعنی اگر تو به زبان حاضره گویم بگه آسمان یک حالت فوق العاده اعلان شد و جبرئیل امین از آسمان فرامد و این آیات ها رو برای پیامبر صلی الله علیه و آله نازل کرد و پیامبر صلی الله علیه و آله یک نمود تسلیتی بود. چون که در حقیقت آدم تصور کرد که وقتی جمعیت گپ میزنه یا آدم میخواد شما رو در نزد جنگل خیلی گپ میزنه و با شما خیلی برخورد میکند، البته وزنین است برای انسان این چیز. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی این آیات اومد، یک نمود این که تسلیت برای پیامبر و هم تهدید برای ابولهب و ابولهبیون. این است به طور مختصر دوستی عزیز سبب درباره نزولش. بله. و چند نام دارد ان همین ابولهب و شما کوتاه گفته گذاشتید در آغاز و برای چی تخلص کردند و با هر گونه نام ها میگویند وی را. بعضا ابولهب میگویند، بعضی باز درباره کوتاه میگویند. ابولهب میگن که سبب در این آیات به این کنیه آمدنش نیست که دوستان عزیز، یکمش میگن که ابولهب یک مرد بود که چهره سفید داشت و روهای سرخ داشت و همون در رخسارش که چیزای سرخی بود، مردم همون شباهت به آتش شباهت میکردن، مانند میکردن، میگفتن که ابولهب، یعنی که از سبب چهرهش همین شکل بودن اون ابولهب میگفتن. بعضی گفتن که ابولهب برای اون گفته شد که در آیت سیصلی نارا ذات لهب است. اینا امام زمخشری آوردگان در تفسیرشون میگن که برای اینکه به همین مناسب شود و هم کلیه ابولهب گرفت. یعنی چی معنا دارد خودش همون لهب؟ لهب آتش میگن، گلخن میگن. مثلا که روش که مثل گلخن سرخی و سفید و سرخی بود، میگفتن که روش چهرهش همیشه ماس میگرفتن که ابولهب از مثلا یعنی بود بگیم که زیبایی بود برای عربا. این اطلاق این کنیه برای. لیکن قرآن برای چی ابولهب به نام آورد؟ برای اون که دوستان عزیز ابولهب این نامش عبدالعزا هست، یعنی که بنده عزا، یک بت. قرآن نخواست که نام وی بت افلاس در قرآن ذکر شود، بنابراین ابولهب با کنیهش ذکر کرد میگن مفسران. بله بله. و درباره همین دیروز من یک کمی خوانده گذاشته بودم، یعنی که نامش رو از نامی همون بت‌های گذشته نامگذاری کردند و بله. و باز میدونیم که ابولهب یکی از نزدیکان رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. امروز ببینید که مردمی که امتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم را ندیدند، تنها شنیدند، قبول کردند، دوست داشتند و اما همان زمان ابولهب این یک نزدیکش بود و کوتاه درباره همین نزدیکش چگونه خویشاوند بود به رسول الله صلی الله علیه و سلم و برای چی اینقدر نزدیک بود و ایمان آورده است. بله، در حقیقت وقتی که ما به شجری پیامبر صلی الله علیه و آله نظر میکنیم، ابولهب امکی پیامبر است، امکی حاضر و ناظر و امکی همتنه هست. به اصطلاح معنای همتنه این است که
پدر و مادری پدرشان یعنی که عبدالله هم از پدری هم از مادری با ابولهب همتنه هست، چون که عبدالمطلب یک چند زن داشت و ابولهب و عبدالله از یک مادر بودن و ابو طالب هم از همون مادر بودن که سه اینها از یک مادر بودن، یعنی که اینقدر نزدیک بود پیامبر صلی الله علیه و و مایده که در حالت کودکشون هم پیغمبر به عنایت میکرد، پیغمبر نگاهیداری هم نکرد، گرچه که اول 7 سال 8 سال اول بعد که مادرشون 6 سالگیشون وفات کرد باباشون گرفتن، بعد باباشون ابو طالب گرفت، لیکن ابو لهب هم همچون عمه یک نقش خودش داشت در زندگی پیامبر. مثلا میبینیم که در بخاری امام زهری روایت میکنه که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و تولد شدن، کنیزه که ابو لهب ثویبه خبر آورد برای ابو لهب گفت که برادرت عبدالله پسردار شد، ابو لهب از خرسندیش اینو آزاد کرد، کنیزه که شد آزاد کرد. خب یعنی اجازه البته اشتباهی بود، خیلی گفتیم که عرب ها مردمی که قبیله دوستا بودند و خیلی تعصب قبیله‌ای داشتن، این چیزا گویم که خیلی به هم نزدیک بودن، لکن با وجود که امک بود غیر از این با همسایگی هم داشت، با وجود که به غیر امکی با همسایگی داشتن، بنابراین اذیت ابو لهب از اذیت دیگران دیگه بسیارتر بود، برای که در همسایه که بود دسترس کی بود پیامبر که همیشه گویم که زیر دسترس وای بودن، به همه نمود گویم که اذیت بدون خونشون، گویم که پرتابشون میپرتاب یا تگی پاشون خور میموندن، زن و شوهر مقصد گویم که دو طرف زن و شوهر به هم مصلحت میکردن، مصلحت‌های پیشکی و پیامبر به هر نمود اذیت می‌نمودند. بله واقعا درباره خودی زنش هم در آیتی زیر آمده است و کوتاه درباره این هم گفته میگذشته، چرا که درباره هر دو هم آمده است، هم درباره ابولهب و همچنین درباره زنش هم آمده است. راستی وقتی که این سوره نازل می شود، وقتی که در اطراف و اکناف مکه پهن می شود، اگر تصور کنید که یک انسان زنده گشته است لیکن و انسان زنده قرآن دوزخی اعلان کرده است، برادر عزیز تصور کنید که این چقدر در دل اونها وزمه میافتاد و اونها رو دلشون میسوزوند و پاره میکنه و این بالای زنش خیلی تاثیر کرد. بنابراین زن ابولهب میگن که وقتی این آیت نازل یک سنگ کلان از دستش گرفت، کعبه آمد دید که پیامبر صلی الله علیه و شدگان، لیکن پیغمبر رو ندید، ابوبکر بود. ابوبکر گفت که این روایت بازار آوردگی است، ابو یعلا آوردگی در مسند طیالسی هم آوردگی است، میگن که هی ابوبکر این دوستی تو گفت شوهری من در حقش آیت نازل کرده است، حج او کرده است، کلمه حج و یعنی که حج بسیارتر شعر به استفاده میشه. ما شنیدم که گفت این یاری تو گفت من و شوهرم حج کرده. حضرت ابوبکر هم یک جواب دیپلماتیک خوب داشتن و که شاید نیست که حج کنه چطور گفتن، لیکن ابوبکر خوف داشتن که اصلا پیغمبر به اون سنگ میزنه، لیکن ابوبکر خبر نداشت که خداوند در چشم پرده پرداخته است که پیامبر ندیده ایستاده است و ابوبکر خوفش این بود، برامون میخواست که وای بگم اورا کنه و وای نتواند که پیامبر اذیت رسونه. بله. بعد این گپ زد، بعد گفت میگن که وقتی که همین گپ زد و پیامبر ندیده است که طواف کردن شد کعبه، میگن که همون پیش کرتش زیر کنه خودش افتید زمین بعد، یعنی که بالای قهر و غضبش میاد شد. بعد خیلی گفت که نعوذ بالله پیامبر صلی الله علیه و به عکس نامشون خطاب میکنه، مثلا یک آدم نامش خوشبخت باشد، این خوشبخت نه این بدبخت میگه، مثلا این میگفت که محمد نه این مذمم میگفت، محمد اگر ستوده و تعریف شده باشد مذمم مذمت شده و نکوهیده شده هست. بعد همونجا گفت که این جواب حج من برای محمد این است، گفت مذمما عصینا و دینه خلینا، ما محمد مذمم سرکشی کردیم، گفت مذمم گفت دینش ترک کردیم، دینش قبول نمیکنیم، گفت همین که پس دیگر به خیر و جالش برآمد رفت که پیامبر صلی الله علیه و گفتن که ابوبکر دیدی، ابوبکر گفتن خیلی خداوند من تو حتی نامم حفظ کرده است که اونها من به نامم نمیتونن چی کنن تنقید کنن، بلکه به دیگر نامی که مذمم محمد هم من مذمم نیستم، یعنی که در همین حالم عنایت الهی حفاظت الهی پیامبرش همیشه در احاطه خود گرفته بود. بله و من یادرس می شوم به آنهایی که نوکک پیوست شدند، ما و شما یک جا با شما و همچنین در استودیو ما استاد ادهم
حیدرزاده قرار دارند. این کس نامزد علمی تاریخ اسلام هستند و ما و شما دایره سوره مسد صحبت داریم و اینجا یک سوال برمی آید. واقعا یک سوالیه که از نگاهی آنهایی که از اسلام کمی دورتر هستند و این سوال را بارها خودی ما و شما نیز شنیدیم. میگویند معجزه قرآن است و شاید شما توانید جواب گویید به این، چون اگر ابولهب یا همسر ابولهب به دروغ اسلام می آوردند، کتاب الله چی می شد؟ چون این سوال را غیر مسلمان ها زیاد می دهند و اگر جواب داشته باشد. برادر عزیز، درست است. این علما از قدیم گفته گذاشتن این مسئله را. ابن کثیر هم گفتگی رحمت الله علیه، بیهقی هم گفتگی که این نازل شوی خود سوره ابولهب این یک معجزه الهی است، چون که دیگر خداوند برای وی یک مهر زد که دیگر وی انسان ایمان آورده نمیتونه، دیگر در ایمان برای وی و برای زنش بست و در حقیقت اونها ایمان آورده مردن که خودی همین واقع شدن همین سوره، نزولی همین سوره دلالت بر اون میکنه که این یک معجزه الهی است. چون که اینو ببینید، ما اگر یاد داشته در نظم تفسیر سوره و گذاشتیم کوثر، در اونجا ببینید الله تعالی میگه که ان شانئک هو الابتر، دنبوریده دشمنی تو همونی که توی ابتر بده، خودش ابتر گفت الله تعالی، یعنی آدم بعد همون گفت، لیکن نام گرفت یا کنیش گرفت نگرفت، چون که اونها مثل ابولهب سرسخت دشمنی سرسخت نبودن، یعنی دشمنی گویم رهگذری بودن. ابولهب این دشمنی به پیغمبر بیرق بردارش بود، برای پیغمبر صلی الله علیه و دشمنی کردن است که ابولهب میتونم که به زبان حاضر من شما بگم ابولهب یک جنگ اطلاعاتی پیش گرفته بود، اینفورماسیون واینا گفته بود. چه خیلی من مثال دیگه میگم. ربیعه محاربی میگه که تاریخ محاربین هم آدم در مسند احمد هم دیگه است، میگه که من در بازار موسمی اوکاز اومدم، در مکه بازار بود اوکاز نامش در زمان جاهلیت، مردم اونجا موسما اومده به خرید و فروش میکردن و میرفتن. میخه بازار اومدم که میگه یک مرد گشت از جوان 40 ساله تقریبا پیامبر در داره، میگه که یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، میگه مردم لا اله الا الله بگید شما نجات ببرید، لا اله الا الله بگید شما رستگار بشوید، پیامبری من قبول کنید شما رستگار بشوید. میگن که از قفاش یک مرد دیگر است، اکمل جان گوش کنید با هم واسطه گفتگو ما، میگه که مردی که میگه سفید چهره بود، روحش سرخ بودن، زیبا بود، میگه چون که در حقیقت اگر آدم سفید روی سرخ باشد یک جمالی میگه یک پیدا میکنه. علاوه بر این میگه موهاش دو تا کاکل داشت، میگه آدم عقفاش میگه که باور نکنید این دروغگو هست، این جادوگر است، این فلان است. تصور کنید شما پیش گرفته دعوت دارید، عقفاتو امکتون میگه که گوش نکنید این دروغ است، این فلان است. بعد میگه پدرم پرسیدم که کی است این دومیش، گفت این امکش است. امکش است که مقصد اینکه جن خودشی به همین شکل اینکه برخورد میکنه. اگه تصور کنید که عرب‌ها هم وقت میدیدن که از داخل خونه خودی پیغمبر با این خیلی برخورد است و پیغمبر این خیلی برخوردی بد دارن، کمتر می ایستادن از قبول کردن اسلام، باز می ایستادن. برای چی نزدیکش برخلافش است و شما قبول میکنید و از تاریخ اینجا باز از تاریخ همین گونه آمده است که بعد از شنیدن گفته های ابولهب مردم کمی دوری جستند. همین هم اساس دارد همین گفته هایی که در این چیز مثلا میگن که قبیله های عرب قریش نگاه میکنن که کی قریش اسلام بیاره با اسلام میبرن، چون که محمد اونها خوب میشناسن. خود قریش ها باشن میگفتن که کی بنی مطلب و بنی هاشم و بنی مطلب اگر مسلمان شد بعد ما مسلمان بشیم، چون اونها محمد از خود خوبتر میدونن. لیکن نومردی و نوجوانمردی قریش هم نوجوانمردی ابولهب ببینید که در همین موقع هم میگه که ابولهب میگه که از قفای پیامبر گشته، میگه که هی این دیوانه شد، ما جینخان آوردیم، جینخان فایده نکرد، ما این پسیخ گفتیم یا جندی گفتیم، دکتری روانشناس آوردیم یا پسیخولوگ آوردیم، پسیخولوگ هم کار نداد، این جادوگر گفتیم فکر کنیم جادوگر از جادوگر آوردیم که اینا هم کار نداد. یعنی که چخیلی گفتیم همین جنگ اطلاعاتی ابولهب خیلی به درجه عالی پیش میبرد.
کجای جمع آمد باشد، جمعیت باشد، دید که پیغمبر همونجا رفتند یا شنید، حتما داوید میرفت. چه بگیم که یک کار انتی دعوت بود، کارش انتی دعوت بود. همین کار و ابولهب اصلا یک چیز دیگه قید کنم پیش از اینکه بکنیم، یعنی که در دشمنی با پیغمبر تمام ابجدیات اخلاق و آدمگری و انسانگری زیر پا کرد، هم قریش هم ابولهب. برادر عزیز، میگن که ابولهب پیش از اون که پیامبر صلی الله علیه و پیغمبر شدن، بعد پیغمبر شدنشون دو دخترشون رو کلین کرد. بله، در همین قصه من پرسیدنی بودم که انا همون دو پسر داشت، سه پسر داشت اگر خطا نکنم، عتبه، و عتیبه، معتب. دو تایش کلندی، یعنی که دو دختری رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به خود کلند کرده بود به قول خودمون گویم. و باز از روی گفته های تاریخی میوید که دو فرزندش رو گفت جدا شو، یعنی طلاقش رو بده. و اگر بله، ما کوتاه‌تر گفتیم بخوام که مقصد در همون مسئله ابجدیات اخلاق، ما گفتیم که اونها یگان اخلاق و مردانگری، جوانمردی، یگان ناموس نداشتن. بنابراین چا کردن؟ بعضی روایت ها میگه که خود قریشی ها اومدن پیش دامادای پیغمبر، از جمله ابوالعاص ابن الربیع و عتیبه و عتبه. ابوالعاص ابن الربیع دختر زینب، شوهر زینب دختر کلانی پیامبر بود. وقتی از او طلب کردن که زنت طلاق دادم، برای تو زیباترین کدام دختر قریشی بیای برای تو کلیم نکنیم؟ گفت که ابوالعاص گفت که نه، من این کار رو نمیکنم، من به این نامردی نمیروم. اما وقتی از پسرای ابولهب طلب کردن، اونها اجابت کردن. تا بعضی گفت که من میخوام که برای من دختر سعید بن العاص کلیم کن، اما عتبهش و کی دیگره. خلاصه وقتی که بعضی روایت میگه که خود ابولهب وقتی که آیت نازل شد، پسراش جیغ زد، گفت که من گفت چشمم به چشم شما حرام است، سرم به سر شما حرام است اگر دخترای محمد طلاق ندید. میگن که اونها کلین کردن لیکن دخول نشد، یعنی که به اونها و معامله زن و شوهری نشده بود. فقط گویم که به اصطلاح عقد میگن عربا، عقد کردن مونده بودن، کلین کردن مونده بودن، لیکن نه، اونها گویم که معامله زن و شوهری نبود. بنابراین میگن که این هم یکی از گویم که عنایت الله تعالی نسبت پیامبرش است که دخترشون به اون مثال انسانای افلاس دسترازی کردگیش نیست. و یکی انش اومد و عادی دخترش سپورت برای دختر پیامبر هم خیلی سپارید. اما عتیبهش یک نمود از خودش تندروی نشان داد، اومد پیش پیامبر صلی الله علیه و گفت که من گفت کافر هستم با اون چیزی که تو میگی، من کافر هستم با نجم و کافر هستم با والضحی و فلان و فلان، این دختری تو هست. بعضی روایت ها میگه که پیامبر چاکشون دارن، چاک کشتشون، بعضی میگه که توف کردنشون. دو تا روایت هست. و همون قصه ای که این درباره کدام پسر؟ درباره همون عتبه است. عتیبه پسری ابولهب. و همینجا باز یک دعای از جانب الله تعالی اجازت شد برای رسول الله صلی الله علیه و سلم، دعای بد نسبتی به همین بنده. و تا چه اندازه جای دارد همین، یعنی که دعای بد کردند رسول الله صلی الله علیه و سلم ان همین بنده را، و این بنده گرفتار شد به یک فلاکت. درباره همین کوتاه نقل میکردید. بله، این واقعه را ابو نعیم اصفهانی در دلایل النبوتش آوردگی است، هم بیهقی هم آوردگی است. از جهت سند این روایت ضعیف است دوستی عزیز، لیکن روایت از جهت مشهور بودنش علما میگن که یعنی که اصل دارد. تا حتی سال 2011 وزارت سیاحت اردن گفتگوهای ارخئولوژی گویم تشکیل کرده. همون جایی که همینجا پسر همین شهر خوردگی است، اون دارنده خوردگی است، همون جایی یافتگان و حاضر اونجا یک جایی که زیارت شده که زیارت به معنای بله، زیارت برای ثواب نه البته، لیکن برای خیلی میرن تماشا میکنن. خیلی هم این است که پیغمبر برای چی پیغمبر دعا کردن؟ برای اینکه وای یک تشکی همچون انسان عادی آمد و پیغمبر که دخترشون میخواد جواب داد. این دیوش اومده گفت من گفت کافر هستم با تو، من این هستم فلان هستم، هم کورتشون دارن هم با چهرهشون توف کرد. و این سبب شد که پیامبر صلی الله علیه و آله در حقش این دعا رو کنن که گفتن که اللهم صل علیه کلبا من کلابک، خدای سگ از سگ‌های تو رو بر این مردک مسلط گردون.
میگن که تا به درجه اونها ایمان داشتن به همین چیز. تو وقتی سفر به شام کرد و وقتی تجارت، پدرش ابولهب برامده گریه کرد، گفت که هی این محمد گفت دعای بدش میگیرد، شور شوه که بچه من در راه یقوم بلو نشود، این سخت احتیاط کنید. میگن که هر کجا میفرماد اتر صبح ملکه چی میگن نوشه از سمابونوشی بوده کو بله همه بله حالا بله. بگرفته شد که کجای میرفت. میخواد گویم که یک گروه مردم اطراف موبایل به خواب میروندن که مقصد کسی باید شیر نمود وای نخوره، که در تو روایت میگه که شیر هم آمده هر یک تمو انسان رو بکشید بعد اخیر موبایل درمده همین از موبایل اونو گرفت دارون داری بله. برآمد رفت. و چنانه که شما ابراز کردید، هرچند اگر که حتی یک ضعیف هم باشد یا اینکه شما گفتید چون مشهور است از این خاطر همگان این را میدونند این قصه را، ولی اساسش آن که همین نفری که رفت و بدگویی کرد، بد کرداری کرد نسبت رسول الله صلی الله علیه و سلم، مدت نگذشته از این دنیا با یک مرگی بد از دنیا می رود یا نه؟ همه خیل اینش درست است، یعنی که اینش صحیح است. بله. و یعنی که البته یعنی که الله تعالی در حدیث قدسی میگه که وقتی آدم مظلوم که شد، ظلم که دید، الله تعالی میگه که لانصرنک ولو بعد حین، من تو رو نصرت میدهم، من تو رو کمک میکنم گرچه که دیرتر هم باشه. ولو بعد حین یعنی که گرچه بعد از گذشتن مدتی هم باشد، البته تو حق خودت میگیری. اگر در این دنیا نگیری، در اون دنیا حتما که چند برابر کرده میگیری حق خودت. بله، بیایید از قصه فرزندش میگذاریم و قصه خودش میگویم، ابولهب میگویم. درباره مرگش که میگفته میگذشته، چون ما میدونیم که مرگش برادر عزیز ابولهب خیلی گفتیم که یک همسایه پیامبر صلی الله علیه و آله بود، یک انسان با نفوذ هم بود. بنابراین وقتی که دعوت سر شد، مردم مکه برادر عزیز، ابولهب که مردی که بدخوی‌تر بود و تندخو بود، اول اومدن گفتن که همه ابولهب گام زدیم، ابولهب پیش محمد میگیرد. پیش ابو طالب هم رفتن، لیکن ابو طالب بدیم که انسان ملایم بود، اونا رو فقط مال خوب من گام میزنم جنم اگه پاش میگردد چیزی من بسات یک بلو میکنم میگه. اما ابولهب کو میگفت که خودش میگفت که خیلی کودک بود، من یاردم کردم، این در بخیری من کلام شد، این یتیم است، جیانی من است، من بالا این فضل دارم چون که گاهی تعاون خرید میدادم، شیرینی خرید میدادم، ها جیانم که اید میرفتم این طرف اون طرف، شاید در ذهنش باشه. بنابراین همون ذهنیتش بینه همون ذهنیتی چی است. اومد گفت که یک گفت من باید همین انگشتم خیلی کردم، محمد گفت من میگیرد فکر کرد. اومد به همین شک گفت که ای محمد این کپوت ما چی گفت، مردم ما تقسیم کردی سری مردم جنگ انداختی، گفت مستفدا با جوانو جنجال دارن، گفت این مقصد عقیده نو آوردیم، ما یک بودیم، این بودیم، اون بودیم، که یک باره پیامبر صلی الله علیه و گفتن که ما ای راهم نمیگردم، گفتن این راه من این رسالت الهی است، من یعنی که یگان گویم که صلاحیتی از این چیز دستکشی ندارم، چون که الله تعالی مرا همچون پیغمبر آخر زمان انتخاب کرده است، مرا برگزیده است و کسی نمیتونه که مرا از این راه بازگرداند. اگر بعضی دیگر صحیفه‌های سیره رو اگر ورق زنیم ببینیم که طالب هم خسته شد دیگر از دفاع پیامبر یک نوع و مردم بالاش بسیار فشار آوردن، گفت که پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که اگر دست راستم آفتاب مونم، دست چپم مهتاب مونم، از این کار نمیگردن. خلاصه یعنی که ابولهب نقش کلیدی داشت در تاثیر در بگوییم که پیامبر صلی الله علیه و آله، لیکن پیامبر صلی الله علیه و آله که رسالتشون الهی بود، بنابراین این ابولهب نتونست برای هیچ تاثیری نرسوند. برای همین ابولهب دیگر گرفت دشمنی را و چگونه که بارم تکرار شدم جنگ اطلاعاتی سر کرد. فکر نکنه که اون زمان طوری گزیت نبود، تلویزیون نبود، رادیو نبود، لیکن اطلاعات به همون روی خودشون موافق بود در سطح همون فهمیش جاهلیت. مثلا اون چایخانه ها مثلا جای اطلاعات باز میکرد، معرکه های میشد جای اطلاعات باز میکرد، بازارها جای اطلاعات باز میکرد. خصوصا همین شکل علیه پیامبر صلی الله علیه و آله مبارزه می‌کردن. سوالتون چی بود برادر؟ نفهمیدم. یک بار دیگر یادرس شوم تماشابینان نوکک، چون نوکک اکثریت داخل شدند و آنهایی که نوکک شما داخل شدید صحبت ما را میشنوید با استاد ادهم حیدرزاده و استاد نامزدی علم تاریخ اسلام هستند، ختم کرده یکی از دولت‌های عرب. و ما امروز درباره تفسیر سوره مسد یک کم صحبت آزاد داریم.
аз ин хотир ояд ба ояд намеравем, балки он чизҳои заруриро интихоб кардем ва баъзе саволҳое ки доштем дар он ба он саволҳо ҷавоб меҷоем аз устод иншааллоҳ. Ва агар ҳар яке аз шумо савол дошта бошед, метавонед дар чати мо навишта кунед саволатонро доир ба ҳамин мавзӯъ, доир ба мавзӯи сураи АЛМАСАД, ва мо ба саволи шумо иншааллоҳ устод ҷавоб хоҳанд гуфт. Ва ман ин лаҳза мехостам дар бораи ҳамон чиз баргардем, дар бораи марги Абулаҳаб дар кадом Бадр захмӣ мешавад ва чӣ гуна аз дунё меравад. пеш аз он ки бародар ин мавзӯъ дорем, як чиз дига ба хотирам омад. Басибон ки шумо гуфтед суҳбати озод аст. бале агар бинед ҳамин масъалаи талоқи духтарои паёнбар, бинед ки гоҳе душмани инсон, гоҳе як ба пастию бас фитрати меравад ки як қазияи оилавӣ, як қазияе ки гӯё ки байни зану шавҳар аст, як чизе ки шахси сеюм дар он ягон нақше надорад, ҳамона як ангезае мегирад барои фишор овардан болои инсон. Яъне ҳамин чизе бинегар Абулаҳаб айнан ҳамин корро истифода бурд то ин ки чӣ як душмании худаш ба пайғамбара болои чо кард, болои писарашам кашода кард, болои духтарои пайғамбарам кашода кард ва ҳам писарошо фишор овард ки писарошон аслан шояд дар зеҳношон ҷудошавӣ набуд, лекин барои ки падарошон маҷбур кард, маҷбур шуданд. ва инчунин духтарои пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ки масалан дар хонаи пайғамбар тарбия ёфтаганд, духтаракҳои дӯстрояк, духтаракҳои ба маънии ҳаматарафа тарбияи падару модар гирифтаганд, бекор як қурбонии душмании Абулаҳаб шуданд. хуб, биёед акнун боз як саволи дигар пайдо шуд. Мисли ҳамин рӯз аст. Бубинед ки имрӯз низ айнан ҳамин чизҳо такрор меёбад, яъне таърих такрор меёбад. Яъне ки душмани ислом имрӯз низ кам нестанд. Аз сабаби чӣ? Аз сабаби он дороие ки ё он моле ки Аллоҳ таоло имрӯз насибашон гардондааст ва онҳо фикр доранд ки ин дороиву ин мол аз ҷониби Аллоҳ ба сӯяшон омадааст ва ба қавли худашон ки Аллоҳ додааст, аммо афсус ки бар зарари худашон аксарият намедонанд ва зулм мекунанд, ва ин ҳамон таърихе ки такрор аст. Ва биёед акнун ба қиссаи чиз гузарем, ҳамон марги Абулаҳаб, чун дарс мешавад ба ки боз ба ҳамин мардуме ки аз зулм наметарсанд имрӯз, ё аз кибру ғурур дар дилашон бурд кардааст. хулоса мегӯянд ки дар марги Абулаҳаб ё вафоти Абулаҳаб ду ривоят аст. Албатта бародари азиз, якумаш мегӯянд ки вақте ҷанги Бадр сар шуд, Абулаҳаб мақсад худаш ҷуръати ҷанг кардан надошт, ё шояд ки солхӯрда шуда буд, дигар тавони ҷангкунӣ надошт. бинобар ин метавон гуфт ки ин яке аз усулҳои роиж дар ҳамин аср истифода буд ки зархарид гирифт. наёмни чиз, яъне ки зархарида гирифт, ҳамон зархариди худча барои ҷанги Бадр фиристод. баъд мегӯянд ки фақат ҳанӯз мепоид ки хабар чӣ шуд, ҷанг чӣ шуд, ё хабар омад ё наомад, то ҳатто як одами дигар зархарид кард ки беруни Макка баромада меистод, то ин ки хабари аввалия оварда ба Абулаҳаб расонад. ва мегӯянд ки вақте хабари мағлуб шудани қурайшиҳо, кушта шудани Абу Ҷаҳл, кушта шудани Валид ибн Утбаю ки Утбат ибн Шайбаю оно ба Абулаҳаб расид, Абулаҳаб мегӯянд ки дигар аз бахилию, дигар аз ҳамин кудурат мегӯяд худашо бардошта натавонист, дигар дилош қис кард, мурд. ин як ривояташ аст. Бале, ин якаш. дуюм ривояташ аст ки мегӯянд ки яке аз аммаҳои пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам, Абулаҳаб вақте ки ба касе кадоме аз хешҳои онҳо дастдарозӣ мекунад, онҳоро азият метиҳад, аммаҳои пайғамбар гӯё ки ба сараш ба вай мезананд, ба санге мезананд ва дар асари ҳамон ҷароҳате ки аз санг мегирад, ҷароҳаташ васеъ шудан мегирад ва ба як касалие гирифтор мешавад. мегӯянд ки баъд пӯстош ба афтидан, яъне ки ба касалии ҷузом мегӯянд, тоҷикӣ мо мегӯянд ҷузом мегӯянд. касале вақте ки пӯсти одам гӯшташ меафтаду инсон бӯи бад мебурд у ҳолатда. ва одам ба салом кардан мумкин аст, шитан, қатиш хӯрдан мумкин аст, чунки ва касалии гузаранда ҳаст. вақте ки баъди ҳамон санга хӯрдан ба ҳамин касалӣ гирифтор мешавад, то ҳатто писарошам дигар ҷуръат намекунанд ки вай кити ҳамнишинӣ кунанд. ва вақте мегӯянд ки дар як ҷое бурда монданд, авқоташам мебурданд, алоҳида медоданд. вақте мурд, чанд рӯз хоб рафт, мегӯянд мурдашам нарасиданд,
بعد مردم گفتن که ای بس این پدری شما است باشد برای گور کنه که مردم دیگر شما رو مسخره میکنن در تاریخ قریش به نام بد میمونه شما. بعد بله. میگن که دو شوب یا دو عصای گرفته برادرو یک چخوری کوفتند با هم تیله کردن بردن و همون عصا با همون چخوری انداختند و بونوش خوب کشیدن به همین مرد و رفت به همین بینام نشون شده رفت ابوالهب. یعنی که یک چیز دیگر برادر شما مثلا پرسید که مثلا این مسیر انسانی که به پیامبر دشمنی کرد به اسلام ظلم کرد این است که برادر عزیز همین قرآن یک اسلوب دارد اکمل جان. قرآن اسلوبش همین است که یگان آدمی که در حیات پیامبر بود که به نام ذکر نکرده است، یگان آدم به نامش نآمده است در قرآن الا همینجا قرآن همین قاعده استثناء کرد همین به نامش آورد. خیلی گفتیم بس بگیم که دشمنیش سخت بود، بس بگیم که کدورتش نسبت پیامبر صلی الله علیه و سلم سخت بود، کدورتش نسبت اسلام سخت بود، به نام آورد این قاعده استثنایی بیرون کرد. هم این که اگر حاضر زبان که گویم اگر ابولهب زنده بگور کرد، یعنی که اگر دیگر گویم اگر وای آدم زنده بود لیکن مرده بود به حکم مرده، یعنی که خیلی که او یا عباره هست که میگن که مانعه برطرف کردن، یعنی که یک آیت تبت ید ابی لهب، ابو لهب تمام برطرف کرد از میدانی مبارزه علیه پیامبر. چوبا میگن که مشرکای مکه بعد همین از کو آیت نازل شد زنش خیری کرد خودش دیگه دیوانگی سر کرد، گفتن که ابو لهب هر چی میگد از روی کینه میگد دیگه در حقش که دوزخ نازل شد در حقش که کافر گفت خدا تمغه زد دیگر و آدم گفت چیزی که باور نکنم و از دشمنی سخت چه اینگه میزنه بنابراین دیگر مرد وای اگر از جهتی وای میگه مانعه برطرف شد این آدم هم از جهت اجتماعی مرد هم از جهت سیاسی تمام مرد دیگه نقشی نداشت هیچ که گوش نمیکرد خود دیوانه هر جا میگشتم این گوزه لیکن یگون مردم میگوشم نمیکرد همین خداوند به همین چیز جزا داد باید یکی جزای گندش این که هم نامش ذکر کرد دومش که همین نامش ذکر کردن که باید کشت چون که در زمان پیامبر یگون تصور کنید آدم گشته زنده خدا گفته است که باید دوزخی است اینکه حسیات وای چی میشه حسیات اطرافی چی میشه حالا که مشرکای مکه تا حتی میدونستن که وای میدونستن که دعای پیغمبر قبول است هرچی پیامبر آوردن راست است لیکن از جهت کبر قبول نمیکنن تا وقتی که همون ببخشید پسر ابو طالب وقتی پسر ابو لهب همون عتیبه دعای بد کردن کو میگن که ابو طالب همین شنید پیغمبر قریب میگه دستش بالا دهنش بود بس کن گفت چون که میدونستن که دعای پیغمبر صلی الله علیه و قبول است. بنابراین از همین دو قصه دو روایتی که آورده استاد کدامش صحیح تر است کدامش در میزان پرقوت‌تر است طرز مرگی ابولهب؟ میگن که اونه که با سبب همون جنگ بوی دادن و از جنگ دیگر بایشون از کینه و همون خصومتی که در دلش بود مثلا گویم که دلش کفید مرد به همین شکل. همین میگم صورت چی است؟ الله جزای خیرتون دهد. یک چیز دیگر چون اکثریت مردم عادی آمیخته میکنند ابو جهل و ابو لهب را فرقیتی بین همین دو را اگر کوتاه همین درباره اینش هم کوتاه میگوید تا که گاهی میشود که ابو جهل همون ابو لهب میگویند بعضی مردم عادی برای همین یک نکته بذاریم. از قبیله بنی هاشم است. ابو لهب پسر عبدالمطلب اما که پیامبر است. اما ابو جهل باشد و هشام ابن حکم از بنی مخزوم است و از دیگر قبیله است. یعنی این بنی مخزومی است این بنی هاشمی است. گرچه که بنی مخزوم قبیله خیلی معتبر و با نفوذ در قریش بودند که نفوذشون از بنی هاشم قریبی فرقی نداشت چون که وقتی که ابو جهل هم وقتی قبول نکرد حضرت عباس اومد گفت که عباس گفت شما بس میکنه یا نه؟ گفت شما گفت این حاجی ها رو تامتی سر کردن ما رو سر کردیم گفت حجابت خانه خدای رعایت و عنایت سر کردیم ما رو سر کردیم گفت اكو اون که اسبا برابر شدن که در مسابقه به همین کل برابر شدیم اكو دعوای پیغمبریش چی گفت با اگجا برارد شما دیده یعنی که در همین چیز بینشون که خیلی میشد که بین عمد بچه ها میشد بین خیلی میشد. تشکر زیاد الله شما راضی باشد و صحبت خیلی مفید بود و من فکر میکنم که اگر باز درازو هم کنیم تمام نمی شود و خیلی شوق‌آور هم هست و بیایید تقریبا 40 دقیقه ما با شما صحبت کردیم در پیش ما با استاد محمد علی نیز صحبت داریم دایره شبی قدر
و انشاءالله باز برمیگردیم به موضوعهای دیگر و ان احمد همین جان، موضوع. بله من میبخش، من شما رو مجبورم که گفتون رو قطع کنم، چون که ما مغز موضوع ندارم اومدیم ولی با آیت اقل یک آیت رو کم کم تفسیر کنیم برادران، برای که دوستان فهمن که سوره درباره چی کم است. ما اولی فقط درباره ابو لهب خاراکتریستیک دادیم، درباره زنش کم در خاراکتریستیک دادیم. دیگه بله موضوع و سر میکنیم ان شاء الله. با انشاءالله خوش اگر برمیشه صبر تیا برادران گوش کنید. خب خب تقریبا خیلی زیاد تماشا میکنند و اگر شما نیز تماشابینان گرامی سوال داشته باشید، چون فقط در یک شبکه یوتیوبی ما عین حال تقریبا زیاد از 70 نفر تماشا میکنند و غیر از این باز در دیگر شبکه های آنهایی که در شبکه زمان دانستن هستید ما چت شما رو خوانده نمیتوانیم و شما میتوانید به شبکه قرآن دستورالعمل انسان بیایید و اگر سوال داشته باشید در ان همین موضوع مرحمت سوالهای خودتان رو پیشنهاد کنید، چون اینجا فکر شما رو دستگیری دارن، میگن که دوام دهید. خب اکمل جان، باز درباره نام ابولهب هستی که به خاطرم اومد. میگن که ابولهب مثلا گفتیم که لهب این چی است؟ علنگه هست، آتش است، گلخن است. میگن که ابولهب، برای ابولهب گفتیم که آدم تیز غضب میکرده که تیز میخزبی هستن که میخه آدم ها همین مایدترین چیز به دیوانگی میکنن و بهشون سرخ میشه دیگر میگن گارد رگوی گاندش. این ابولهب میگن همین شکل برای میگن سبب ابولهب نامگیریش هم همین است. بیاید اکنون تفسیر کنیم آیات رو کم کم جمله به جمله و کلمه به کلمه، نه همشه بلکه کلمه تبت یدا. بین برادر عزیز، تبت این دعا هست. دعا یعنی که الله تعالی بین این قرآن برادر یک چیزی عجیب است، یک معجزه عجیب است. قرآن است که شروع میکند به هجوم. چون که این پیغمبر رو هجوم کرد، پیغمبر درخشان که باید بیزد بین جمعیت شرمنده کرد که قرآن هم با هجوم سکر که تبت مرد هلاک شود، وای بر ابولهب، تبت یدا دستاش مرد، دستاش خشک شود. چرا که به این دستانش ابولهب علنگه میموند، زیر پای پیغمبر خار میموند، پیغمبر بسنگ میزد، خونشار میکرد، پاهاشون دستاشون خونشار میکرد. بنابراین قرآن هجوم کتی سر کرد. ببینید دیگه سوره های برادران سرشویش این سوره، ببینید یک سوره است که به هجوم بله، تبت هلاک یدا. بود دستان ابولهب که بله رسول الله صلی الله علیه و سلم را اذیت میداد و هلاک شد خود بله او. انا اینجا ببینید هلاک شد. همین بین کلمه تبت کتی و تب هر دوش یک چی هستن، ریشش از کلمه چی است، هر دوش که یک چی هست ریشش. اینجا با خدای تعالی دعا کراز، اینجا با گفتاست که خبر داده و شد همه خیلی در حقیقت هلاک هم شد. تبت یدا هلاک بود، مرد ابولهب و مرد و هلاک شد. یعنی که خداوند میدوند که گذشته آینده که به تاکید گفته است که خبر داده است که در حقیقت مرد، هلاک شد، نابود شد ابولهب. هم دعای بعد هم خبر از اون که همون دعای بعد چی شد؟ نامه عملت باشید. تبت یدا ابی لهب و تب مرد، وای هلاک شد، وای برطرف شد، زنده بود و مرد الکه. اغنى عنه ماله و ما کسب. ما اغنى عنه ماله، یعنی که مالش فایده نکرد بیا، مالش، ثروتش، داراییش، خانه‌هاش، خدمتگاراش و ما کسب گفتن که فرزندانش و منصبش و ابروش و چیزی که در مکه داشت براش فایده نکرد. این یکم تفسیرش است. دویم تفسیرش میگن که ما اغنى عنه ماله و ما کسب به معنای سوال آمدگی است. مالش، منصبش، داراییش چی فایده کرد برای ابولهب؟ به چی؟ به علامت سوال. یعنی که ما اغنا دو معنا داشته است برادر. یکمش گفت که فایده نکرد، دومبر گفت که چی فایده کرد این چیز برای وای. حتی میگن که دو پسرش مسلمان شد. بعد این همه دشمنی سرسخت بود، جنگ اطلاعات ضد پیغمبر که پیشواش بود، سردارش بود، لیکن بعد مردنش عتبه کتی معتب هر دو پسرش آمدن، پیامبر صلی الله علیه و آله واخوردن، اسلام قبول کردن، مسلمان شدن. پیامبر صلی الله علیه و آله گفت که آدم رو نماز و اینا رو آزار نده، مقصد پدرش در حقش گپ نزنه.
ما اغنى بله. عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. با زودی با سيصلى آتش شعله‌ور داخل می بزودی شود. یعنی که تیز. چون خیلی میدونیم این دنیای پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیث گفتن کو که بین عمر امت من و بین آخرت مثلی بین عصر و شام است. برای من الله تعالی کلمه بزودی استفاده کنه. بزودی و با امام طاهر ابن عاشور میگن که سیصلا برادر عزیز به معنای کباب شدن است. میزربه بریان شدن زیربان شدن ابو لهب در اینجا در نظر دارد. سیصلا نارا ذات لهب یعنی که به آتش دارای علنگه داخل کرده شده و میزربه و بریانده میشود. تصور کنید که آدم بریان برای چی؟ یعنی وعده ای که این وعده برای در قیامت شده است برای همین ابو لهب. بله. از این پس یک و دیگه یادآور شیم برادر، بله هم کلمه ما اغنى عنه ماله و ما کسب، یعنی که مالش ثروتش فایده نکرد. ابن مسعود رضی الله عنه میگن که ابو لهب میگفته است که هیچ گم نیست از این جری من خیلی گم بزد آخرت میگوید من آخرت برفتم کو همین مال و گوسفندم پول و طلا من فایده میکرد. ما همونجا هم گفت از که امتحان بگذارم نعوذ بالله خیلی فکر میکرد. برای الله تعالی همین تاکید کرد مالش چی فایده کرد که گفت اون شطورات و اون پول تو تجارت تو برای چی فایده کرد. خب اکنون برادر عزیز می شود درباره اکمال زنش گذاریم کنی در آیت دیگر. یک دقیقه برادر انا ببینید که اگر اکمال جان ما اگر به زبان حاضر مثلا فهم بچه همه خوب باز انسان که گوش میکنن همین سوره میدونید ما چی میشد نامونی سوره که با ابو لهب و زن ابو لهب پرونده جنایتی کشد. هم سبحان الله. پرونده بله جنایتی کشد هم یا برای حکم ابد داد هر دو. یعنی بله که بله. اگر به اصطلاح حکم تفتیشات قتل نبرده ابدی بله ابدالابد. که حکم ابدی اکبر داد الله تعالی. یعنی که این پرونده جنایتی زن و شوهر که به هم همدست بودند و هم مسلک بودند در دشمنی علیه پیامبر الله تعالی این پرونده هاشون برای ما گفت که نه از چی عبارت است و یکی برای حکمش هم زد امضاش هم مهرش هم مان گفت که ابو لهب چی است جوش هلاک محکوم گردید. است. بله بعد زنش به خودش همراه کرد ابو لهب گفت که و امرأته حمالة الحطب و زوجش به زنه که دوزخ هیزم نیز کش افتد. درآید هیزم کش شود. حمالة الحطب برادر عزیز گفتن که ظاهرا خیلی حمالة الحطب این چی است هیزم کشی است برادر، لیکن بعضی گفتن که اینجا حمالة الحطب معناش گپ کشانی هست، گپ سخنچینی است که بین مردم به همین چیز این زنک مجبور بود برای همین چه کردن خداوند نامش حمالة الحطب. یا اینکه زیر پای پیامبر صلی الله علیه و آله هیزم اینجا به معنی خورم میبرد میموند چون که پیامبر صلی الله علیه و آله بوره خور گردن گرد پاشون بخور دارد. تصور نکنه که برادران که گوش کنید اون زمان پتینگ ها نبود ایخه توفلی ها نبود ایخه گویم که سپاشگاه ها نبود که پای آدم از این چیز امین باشد. اون زمان بیچاره ها از همین و گویم که شاخ خرما از کو از همون میبافتند و از همون برای خودشون وای میکردن پای افضل همون چیز که تی اگر خور مانی اگر وای شکافیاش میدونید که اونجا در جزیره عرب جایی نبود که خیلی ترقی کرد نعل نداشت نعل نبود زیری پای وایشون همون چی که بودن همون علف همون لیف خرما پیشانه چی میکردن برای همین میشه حمالت الحطب موندن. با این چون همین طاهر ابن عاشور در تفسیر همین آیات میگن که برادر بین تا چی درجه الله تعالی ابو لهب خور زور کرد که در دوزخ. ابن کثیر هم گفتگن طاهر ابن عاشور هم میگه که همین حمالت الحطب معناش این است که زن ابو لهب هیزم میگیرد میبیاد شوهر خودش دوزخ و عذاب بماند تگش کنه. الله پاک است. یعنی که همین چیز تصور کنه که این هر دوش در دنیا و هم مسلک بود برای دشمنی با پیامبر صلی الله علیه و آله در آخرت الله تعالی اینش خور کنه به دست اینش عذاب میده. ابن کثیر طاهر ابن عاشور گفتن حمالت الحطب یعنی که هیزم تصور کنه زنی که به حق مهربان بود به شوهرش میبیاد و زیر شوهرش چی میموند هیزم میموند شوهر خودش میسوزه با علنگی وقتی خودش هم میسوزه. با الله تعالی گفت
و فی جیدها حبل من مسد. فی جیدها یعنی که در گردنش گردنبند از مسد است، یعنی لیف که مسد همون شاخی لیفی و درست لیفی که از خرما میگیرن پیش اصلا ارغمچین بکرن همون گردنش موندن، لیکی و با آتشین است. همون ارغمچین های آتشین برای هیزم جمع کنی در دوزخ استفاده میبرد. تصور کنید هیزم های آتشین، ارغمچین آتشین در گردنش با چیز آتشین خودش میرود، هم خودش هم شوهرش اونجا سوزوندن میگیرد. یعنی همینجا که گفته شده است بین که در پایانترین دوزخ گفته شده است، یعنی در یکی از همان تفسیرها آمده است. این چی در نظر داشته شده است؟ در پایانترین دوزخ با آن ریسمان در دوزخ برداشته می شود، بعد از آن به پایانترین دوزخ پرتافته می شود. یعنی منظور چی خیلی است؟ برادر این چی است؟ مثلا هر چیز بینیم چقدر چقور که شد امید برآمدن از اون مشکل میشه داخل. یعنی که همین در چقوری و پایانترین دوزخ قرار داشتنش هم این یک خودش شکنجه بزرگ است برای اونها که امید برآمدن برای اونها نیست. برای ما الله تعالی اونها رو به این شکل عذاب داد. هم از این قصه دوستان عزیز میفهمیم که نه تنها مردها میتونستن دشمنی کنن از اسلام و اسلام خیلی علیه اسلام که مبارزه برن، بلکه میشه است که زنهای هم بعض وقت در حالاتهای پیدا میشه است که زنک هم یعنی که دشمنی سرسخت میشه است که در نتیجه به همین خیلی که آخرت به همین نمود و گرفتار میشه. این تفسیر مختصرش دوستی عزیز همین است. من دیگه توقف میکنم، من دوم بس صحبت میکنم. اگر اجازت یک وقتی تمام کنم لطیفه که برادر عزیز لطیفه نسبت همین سوره هست. که مقصد آخرش کم آدم ویشو چی شود نپرژنی اینکه وقتی شوق‌آور شود. خیلی خوب. میگن که عقیل ابن ابی طالب این برادر کلانی حضرت علی هست. خب انکون عقیل امکش کی میشد؟ ابو لهب. معاویه ابن ابی سفیان برای زن ابو لهب جیان میشد، یعنی که ام جمیل خواهر ابو سفیان است. فهمو شد دوستو؟ اکمل جون فهمو؟ میگن که عقیل مرد کمبغل بود. معاویه آخی خلیفه شده بود که در شام بعد از وفات حضرت حسن، بعد از گویم که صلح کردن با امام حسن، بعد همونجا میگن که وقتی که عقیل رفت و از وی چی پرسید؟ یاردن پرسید، یاردن مالی. خب اکنون معاویه هم یکی از انسان‌های داهی هست، یعنی انسان خیلی زیرک هست. میگه که یک همین گفت عقیل گفت یک تا گل میزنم از من، یک گل میزنم. و گفت ابو لهب گفت عقیل گفت جیانی ابو لهب بیا مرحمت کشین گفت. سو اینم گفت که خوب شد از جیانی حمالت الحطب گفت. میشه گشته اینم برای من یک گل دیگه زد. این گفت که تو جیانی ابو لهب گفت حمالت الحطب خوب شد از من میشه نمیفهمم. و اکنون درست‌تر میکردید، واضح‌تر میکردید. گفت یکی جیانی ابو لهب گفت، دیگرش ترجمه کنید. برای چی این گونه گفت معاویه؟ معاویه خواست که به این چیز یعنی که یک شوخی کند به این مردکو، همین جد مردکه یعنی که توی عمکت همه آدمایی که خداوند در حقش آیت نازل کرده است. عقیل هم که آدم ذکی و زیرک بود، میدونست که این زن ابو لهب کی است؟ عمه معاویه هست. و گفت که خوب شد از گفته که تو جیانی حمالت الحطب هستی. گفت به همین بهشون تموش چی شد. بله خیلی خوب، تشکر زیاد. الله شما راضی باشد. به نهایت صحبتی خوب و صحبتی آزاد داشتیم. ببخشید اگر ساده‌تر که گویم اگر گفت که عقیل تو هم عمه که تو ابو لهب نیست گفت من آسان کردم فهمونم. بعد عقیل ها تو عمت حمالت الحطب است گفت زنش زن ابو لهب. بله بله. و مثل همین مرحمت خطی دوملا صحبت کنه. خداوند توفیق ده شما رو برادرایی که با ما بوده در این شب زندان، خداوند شما رو توفیق ده دوستای عزیز. ان شاء الله امیدوارم که در آینده خیلی صحبت‌ها بسیار شود و از فیض و برکات رمضانی در این شب‌های آخر، در شب‌هایی که رحمت خدا نازل می‌شود، که وقتی دعا هست و وقتی نیایش هست، ما رو هم از دعاتون فراموش نکنید دوستای عزیز. همه ما از شما التماس دعا می‌کنیم، محتاج دعا هستیم. الله تعالی توفیق دهد و علم نافع عطا کند و همه شما را الله تعالی در این شب عفو کند، از جمله ما را از اینکه
مورد عوف خود قرار دهد و دوملا محمد علی را خوش آمدید بگیم. دوملا عزیز، خداوند خوش آمدید. تشکر زیاد برای شما استاد گرامی. ادغام حیدرزاده بودند و ما باز انشالله در آینده با شما صحبت خواهیم کرد، چون ماه شریف رمضان یک ماه است که ما باید این گونه صحبت ها را زیادتر کنیم و باور کنید من راحت کردم. من فکر میکنم که دیگران نیز این لحظه ها از این شب زنده داری و از شنیدن یک غذای معنوی باور کنید راحت کردند و انشالله که الله قبول کند از شما. بارک الله فیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باری دیگر خوش آمدید استاد محمد علی این واسه در مهمانی ما قرار دارند و ما و شما یک کمی درباره ماه شریفی رمضان صحبت میکنیم با استاد محمد علی. اگر بیرون شدند و انشالله ما انتظار میشیم داخل یک بار دیگر داخل شوند استاد، و درباره شب قدر انشالله تماشابینان عزیز صحبت میکنیم، چون با بعضی معلومات ها شب قدر در دهه آخری ماه شریفی رمضان است و این را مفصلتر با شما انشالله معلومات میگیریم و این لحظه ها شما در دیگر شبکه های ما نیز قرار دارید، آنهایی که در فیسبوک هستند یا ادنکلاسنیکی هستند، و اگر شما سوال داشته باشید برنامه ما مستقیم است، میتوانید سوال های خود را دایر به شب قدر نوشته کنید. ما سوال شما را روی اکران میبراریم و استاد محمد علی انشالله دوباره وارد شوند به برنامه، به سوال های شما انشالله که پاسخ خواهند گفت. خب ما انتظار میشویم چند لحظه، چون شاید اینترنتشان ضعیف بود بیرون شدند و پس از چند لحظه دیگر صحبت میکنیم. و تماشابینان عزیز، تا آمدن تا وارد شدن به استودیو از جانب استاد محمد علی، من برای شما تفسیری آیت 186 سوره بقره را میمانم از تفسیر آسان بیان. ما شما کمی آن را گوش میکنیم و بعد از آن انشاءالله که صحبت مستقیم را ادامه خواهیم داد. از این راه شما میتوانید سوالهای خودتان را خودی حاضر آماده باشید و سوالهای خودتان را زیر چتمان نوشته کنید، دایر به شب قدر، دایر به شب قدر، و استاد محمد علی انشاءالله به سوالهای شما پاسخ خواهند گفت. و این واسه من سوره آیت 186 سوره بقره رو پیشنهاد شما میکنم انشاءالله. بعد از اون صحبت را دوام خواهیم داد انشاءالله. به نام الله بخشاینده و مهربان. آیت 186 سوره بقره. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. و هر وقتا بندگان من تو را از حال من سوال کنند، پس هر آینه من نزدیکم. دعا کننده را وقتی که مرا دعا میکنند قبول میکنم، پس باید که برای من فرمان برداری کنند و باید به من ایمان بیارند تا شاید که راه هدایت را یابند. سبب نزول این آیت را چنین روایت کردند که جماعت از
عربهای بادیه نشین نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند و سوال کردند که ای محمد صلی الله علیه و سلم، آیا پروردگارمان نزدیک است تا او را مناجات کنیم یا دور است تا او را ندا کنیم؟ در همین اثنا الله تعالی آیت مذکور را به رسول خدا صلی الله علیه و سلم نازل نموده فرمود که ای محمد صلی الله علیه و سلم، هنگامی که بندگان من از تو در باب من سوال کنند به آنها بگو که من همراه آنهایم، دعای و نیایش آنها را میشنوم و تضرع آنها را میبینم و راه حل مشکلات آنها را میدانم. چنین مضمون در آیت 16 سوره قاف نیز آمده است. ما یا نزدیکتریم به سوی بنده از شریان گردن او. آیت 16 سوره قاف. البته این وعده الله است که دعای دعا کننده را اگر دعای او از تحت دلش باشد میپذیرد. بنده باید فرمان برداری پروردگار باشد، زیرا الله بندگان خود را به ایمان آوردن دعوت نموده فرموده است که ایمان را بر دوام نگاه دارند. در دوام آیت فرموده است که ایمان آورید و اطاعت کنید تا اینکه از نیک بختان هر دو دنیا باشد، شاید که از جمله هدایت یافتگان شوید. در آیت مذکور الله تعالی برای بندگان خود 7 مراتب با ذات پاک خود اشارت فرموده است. با این عمل نهایت پیوستگی و محبت خود را برای بندگان خود اظهار نموده است. دعا مغز عبادت بوده، برای برآوردن هر حاجت وسیله است. با دعا انشاءالله میتوان به نعمتها و به رحمتهای نزد پروردگار رسید. آره، الله تعالی چنانه که در سوره انفال آیت 24 فرموده است، معنیش چنین است: بدانید ای بندگان، البته الله تعالی در میان شخص و قلب او حائل است. یعنی به بندگان خود نسبت به هر چیز نزدیکتر است. در خصوص دعا نیایش حدیث های زیاده وارد شده است، چنانه که از امام ابو موسی الاشعری روایت شده است که گفتند ما همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در غزای یک جا بودیم. وقتا که بلندی را می برآمدیم یا به پستی نشیب می شدیم، با آواز بلند تکبیر می گفتیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند ای مردم، شما کس را یا غایب را ندا نکرده ایستاده اید، بلکه ذات را دعای و نیایش کرده ایستاده اید که او شنونده و بیننده است. شما آن ذات را دعا کرده ایستاده اید که از گردن مرکبتان دیده به شما نزدیکتر است. همچنین امام احمد رضی الله عنه از ابو سعید رضی الله عنه از پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم روایت کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند آدم مسلمان گناه نکرده خویش و تبار خود را نرنجانیده باشد، اگر دعا کند الله تعالی از 3 خصلت دعا را به او می دهد: یا دعایش در حال قبول می شود، یا ذخیره آخرتش می شود، یا مقدار دعای کردگیش ناراحتی ها را از او می گرداند. اما الله تعالی دعای آن نفری که قلبش غافل از الله تعالی است قبول ندارد. برای اجابت دعا قلب صاف و
حلق پاک لازم بود است. بعدی لقمه ناپاک 40 روز دعا قبول نیست گفتند. بنابراین اهل تقوا از آیت مذکور الهام گرفته در رمضان خصوصا دهه آخر آن به دعا بسیارتر مشغول می شدند. در خصوص دعا و وقت اجابت آن حدیث ها خیلی بسیار است. از جمله وقت سحر در حالت روزه‌داری، وقت افطار، مابین اذان و اقامت، مابین پیشین و عصر، روز چهارشنبه وقت بیچارگی و پریشانی، حالت روبرو شدن با دشمن در جهادی فی سبیل الله وقتهای قبول دعایند. خلاصه چون شرایط دعا فراهم شود مورد اجابت قرار می گیرد. سبب نزول آیت زیرین را مفسران عالی قدر چنین بیان نمودند: در ابتدای اسلام اگر شخص پیش از افطار خواب می کرد تا شب آینده تا همین وقت خوردن و غیره برایشان حرام بود. مؤمنان از چنین کار وزنینی را حس می کردند. در واقع یکی از صحابگان قیس ابن سرمته انصاری روزدار بود. روستا بیگاه در زمین خود کار کرد. خسته شد و وقت افطار به نزد همسرش آمد و پرسید آیا برای افطار چیزی هست؟ همسرش در جواب گفت حالا هیچ چیز نیست، لیکن حاضر از خویشاوندان برای شما طعام می آورم. بعد رفتن او قیس را خواب غلبه کرد، در خواب شد. وقتی که همسرش آمد دید که او خواب رفته است گفت ناامیدی برای تو چرا خواب کردی؟ خلاصه دیگر برای قیس افطار ممکن نبود. او پگاه باز به کاری زمینی خود رفت. تا نیمه روز کار کرد و از تشنگی باشد یا گرسنگی بیهوش شده به زمین افتاد. این حادثه را نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کردند. در این اثنا آیت زیر نازل شد و مشکلات آنها را آسان کرد. یعنی اینجا در ابتدای اسلام اگر شخص پیش از افطار خواب میکرد تا شب آینده تا همین وقت خوردن و غیره برایش حرام بود. باری دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به آنهایی که نوکک به شبکه قرآن دستورالعملی انسان پیوست شدید، شما ما را مستقیما تماشا میکنید و در بعضی جاها الکی صبح شده است و در بعضی جاها نیمه شب است و ما امروز تصمیم گرفتیم درباره شب قدر صحبت کنیم و در مهمانی ما استاد محمدعلی ختم کرده دانشگاه شهر ریاض قرار دارند. خوش آمدید میگویم شما را به استودیو. صدای شما نیست، صدای شما نقص دارد استاد. ما شما را نمیشنویم. میکروفون شما. بخشش بسیار. یک جهان تشکر استاد برای این برنامه‌های مفید و سازنده. خوش آمدید به استودیوی ما، خوش آمدید. و این لحظه ما میخواستیم درباره شب قدر با شما صحبت داشته باشیم و کوتاه در سرآغاز درباره فضیلت رمضان گفته میگذاشتید و بعد از آن الکی در چت ما چندین سوال ها وارد شده است، چون تماشابینان ما میخواهند با سوال هاشان پاسخ گیرند درباره شب قدر، چون به نهایت موضوع خوب است و انشاءالله ما باز امروز شاید وقت ناکفایگی کند، روزی دیگر نیز همین موضوع را پیگیری خواهیم کرد و درباره کمی فضیلت رمضان گفته میگذاشتید. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وجعلنا
هداة مهتدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران گرامی، بسیار خوب قید کردید. ماه شریف رمضان و فضیلت آن. ماه شریف رمضان بهترین ماه‌ها، پرفیض‌ترین آنها، ماهی که بهترین کتاب و بهترین پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرود آمده است. ماه شریف رمضان ماهی است که روزه او فرض گردیده است از جانب الله سبحانه و تعالی. همچنانه که خداوند بزرگ در کتاب پاکش می‌فرماید: استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید: ای آن کسانی که ایمان آورده اید، روزه ماه شریف رمضان بر شما فرض گردانیده شد، همچنانه که این روزه ماه شریف رمضان فرض گردانیده شده بود بر پیغمبران و امتانی که پیش از شما بودند. یعنی الله سبحانه و تعالی در سوره بقره فرض بودن این عبادت بزرگ را بر ما و شما اعلان میکند و بیان میکند که این روزه برای شما فرض گردانیده شد تا شما پرهیزگاری، خدا ترسی، همدردی، همدیگر فهمی، همدیگر کمک نمایی را بیاموزید و از حال و احوال گرسنگان و تشنگان و ناداران به سبب گرسنه روزه گرفتن با خبر بشوید. و این ماه را در بعضی روایت ها هم آمده است پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فهمی هم ماهی یکدیگر کمک کردن و دست یاری دراز کردن گفتند. به همین خاطر میبینیم در این ماه بزرگ مسلمانان بسیار خیر و سخاوت و از احوال نیازمندان و محتاجان خوب با خبر میشوند. دوستان عزیز، استاد گرامی قدر، ما درباره فضیلت رمضان الحمدلله شما باز در شبکه‌های دیگر نیز خیلی زیاد صحبت ها کردید و انشاءالله باز برمیگردیم، چون اگر که صحبت کنیم خیلی زیاد است و در واقع بهترین ما چنانه که شما گفته گذاشتید استاد گرامی قدر. و اینجا گفتیم درباره شب قدر یک کمی سوال ها آمده رسیده است از جانب تماشابینان ما. اینجا میگویند: السلام علیکم استاد، در شب قدر کدام نماز را باید خواند و چند رکعت باید خواند؟ بعد از این باز به سوال های دیگر آمده می رسیم، چون در کدام شب قدر را ما باید جویم، چون اکثریت نیز با این سوال ها را می دهند. اگر به این سوال جواب می گفتید الله شما راضی باشد. تشکر بسیار. آمین اجمعین. شب قدر بسیار شب مبارک است. و شب قدر کدام شب است؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشان می‌فرمایند: التمسوها فی العشر الاواخر فی الوتر منها. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در این حدیث صحیحی که او را امام بخاری رحمه الله روایت کرده اند می‌فرمایند که شما شب قدر را در ماه شریف رمضان در 10 شب آخرین آن جستجو بکنید. در دهه آخری رمضان، یعنی که از شب 21 ماه شریف رمضان تا به آخری رمضان شب‌هایی است که در این دهه احتمال بزرگی یعنی وجود داشتن شب قدر است. خب در بعضی حدیث ها رسول خدا صلی الله علیه و سلم همچنانه که امام بخاری این در حدیث دیگر بیان میکنند: تحروا فی الوتر من عشر الاواخر او کما قال الرسول صلی الله علیه و سلم. یعنی که در این حدیث دیگری صحیح پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که شب قدر را در دهه آخری رمضان در شبهای طاقش جستجو بکنید. یعنی در شبهای طاقی دهه آخر. شبهای طاق کدامند؟ یعنی که از همه، یعنی علما گفتن از همه شبی که احتمال دارد که شب قدر باشد، احتمال از همه زیاد شب 27، بعد از آن 29، بعد از آن 25، بعد از آن 23، بعد از آن 21 که این شب 21 است. دوستان عزیز، خداوند بزرگ از ثواب و برکات این شب ما و شما را بهره‌ور بگرداند. و این چنین در بعضی روایت ها هم آمده است شب آخرین رمضان، یعنی شب 30،
بعضی ها اما سخت یقین دارند و میگویند که تنها انا همون شب 27 تنها همون شب را در همون شب قدر را جستجو میکنند. با اون چی گفتن ممکن؟ چون شما پیشتر گفته گذاشتید که هم 21 است و هم 23 است و هم 25 است و هم 27 است و کدامش دلیل قوی تر دارد استاد؟ البته چگونه که خوب ذکر کردید، بعضی علما در این نظرند که شب 27 است، اما اکثر علما و چگونه که حدیث صحیحی که امام بخاری رحمه الله روایت کرده اند، تحروها فی الوتر من عشر الاواخر، شما شب قدر را در دهه آخری رمضان در شبهای طاق جستجو نمایید. یعنی با این دلالت این حدیث های مبارک برخی از علمای اسلام گفتند که احتمال زیاد دارد که در شبهای طاق دهه آخری رمضان است، اما این شبها ثابت نیست. گفتند گاه می شود که در بعضی سالها شب قدر بیاید در شب 27 رمضان، در بعضی سالها همچنانه که امام بخاری روایت کردن حدیث صحیح را که در شب 21 در حیات رسول خدا صلی الله علیه وسلم شب قدر را دریافتند و اعلان کردند که این شب قدر است. شب قدر شبی است گفتند که در آن شب باران می شود و همان شب 21 بود که باران شد و رسول خدا صلی الله علیه وسلم نماز خواندند در مسجد مبارکشان و رخساره مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم از آثار باران و گلی که در زیر مسجد آنها بود آلوده شد. سبحان الله. یعنی قول راجح و افضل همین که یعنی که در شبهای طاق رمضان است و در هر رمضان، یعنی با خواست و تقدیر الهی گاه در 27 25 و غیره احتمال دارد. برای همین هم هر کسی که میخواهد شب قدر را 100% یعنی که دریابد 10 شب آخری رمضان را به عبادت، همچنانه که هر یک شب او گویا شب قدر است، عبادت کردن لازم. اگر این میسر نشد شبهای طاق دهه آخری رمضان را با شب آخرینش 30 و اگر این هم میسر نشد پس شب 27 بعد از آن 29 و غیره از این شبهای طاق که امکانیت داشته باشد انسان. شما استاد گرامی مهربانی کردید به همگان و گفتید که اگر میسر نشد فقط اینش را. البته که این ماه را مؤمنان مسلمان ها تمام سال انتظار هستند و بعد از صحبت ما انشالله که نه تنها فقط روزهای آخر بلکه شبهای آخری دهه ماه رمضان را انشالله که انتظار می شوند و این از بهترین عبادت، چون اگر شما درست میکردید هر موافق بعضی حدیث ها آمده است که حتی ثواب اجر نماز خوانده در این ماه از اجر ماه‌های مقرری فرقیت دارد و اگر همین را واضح تر میکردید این منظور چی است؟ البته همچنان که علما ذکر کرده اند و در حدیث ها هم به این اشاره می شود که عملها یعنی ثوابش زیاده می شود یا به فضیلت زمان یا به فضیلت مکان. مثلا فضیلت مکان، هر کسی که در مسجد الحرام در مکه مکرمه یک نماز می خواند خداوند به او ثواب 100,000 نماز را عطا می کند. یک نماز در مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگذارد انسان، خداوند ثواب 1000 نماز را در نامه اعمال او نصیب میکند. در مسجد الاقصی یک نماز میگذارد در شهر قدس فلسطین، خداوند ثواب 500 نماز به او عطا میکند. هر عملی که در ماه شریف رمضان میشود به سبب فضیلت و شرافت این ماه و این زمان خداوند اعمال او را ثواب زیاد میدهد. به همین خاطر هم سخاوتمندان خیر و سخاوت را در این ماه زیاد میکنند تا در خیر و سخاوتشون ثواب زیاد گرفته شود و ثروتمندان زکات خود را در این ماه میبرارند تا اینکه ثوابشان بیشتر و زیادتر شود و توشه آخرت آنها باشد و در مال و عمر و کسب کار آنها برکت شود. و این چنین نماز و عبادت ها هم ثوابش به شرافت و فضیلت این ماه زیاد میگردد. برای همین هر چقدر این ماه عبادت کردن در کار، همچنانه که شیخ حسن بصری رحمه الله ذکر میکنند، میگویند ماه شریف رمضان ماه مسابقه در طاعت و عبادت و اعمال خیر است. یعنی هر چقدر میتوانید
در انجام اعمال خیر، طاعت و عبادت در این ماه مبارک مسابقه نمایید، پیش دستی الله پاک نمایید. است. بله بله واقعا چنین است. و اینجا سوال دادن تماشابین ما کدام نمودی نماز را در شب‌های قدر میخوانند، یعنی در دهه اخیر. چی توصیه میدهید به تماشابینان ما؟ البته درباره نمازهایی که در این شب گذاشته می شود، علما بعض از نگاه به حدیث های پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمده است که بهترین عمل 5 وقت نماز است. برای همین در حدیث دیگر آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که نمازی خفتن را با جماعت بگذارد گویا نصف شب را به نماز گذارنده است. و در حدیث و گفتند هر کسی که نماز بامداد را به جماعت گویا نصف دوم شب را به عبادت گذرانیده است. برای همین علما گفتند برای درک نمودن شب قدر شما نمازی خفتن و نمازی بامداد را کوشش بکنید با جماعت بگذارید. یک الکی بگذاریدن این یک احتمالی، یعنی گرچندی که انسان خواب کرده باشد هم احتمال دارد که خداوند از فضل و کرم این ثواب را به او عطا بکند. اما دیگر طریقه درک نمودن شب قدر بعد از این دو نماز گذاریدن نماز تهجد، نماز شب که سنت مؤکده و با شرفترین سنت ها و افضلترین سنت ها می باشد. سنت های 5 وقته نماز تهجد که 8 رکعت کاملی آن 8 رکعت است گذاریده می شود و اگر انسان این امکان را پیدا نکرد 2 4 6 می تواند که بگذارد. یعنی استاد گرامی قدر در ماه رمضان همین نماز تهجد را تراویح میگویند اگر خطا نکنیم، یعنی که نماز تراویح را میخوانند و باز علاوه چند رکعتی که میتوانند نمازهای دیگر میگذارند. درست فهمیدیم؟ بارک الله. نماز تراویح 20 رکعت مثلا در قول جمهور و اکثر علما و اکثر سلف صالح بر این نظر هستند که 20 رکعت نماز تراویح این یعنی نمازی خاص به این ماه بزرگ است. این نمازی است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم گذارید که فرض نشود گفته او را ترک کردند و بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و سلم عمر ابن خطاب رضی الله عنه گفتند که رسول الله از دنیا گذشت دیگر فرض احکام شریعت یعنی کامل شد دیگر علاوه نمیشود، بیایید که آن سنت زیبایی که نماز تراویح بود بگذاریم. نماز تراویح را دوباره حضرت عمر رضی الله عنه با کرامت و فهم نازک خود دوباره این عبادت را برای مسلمان ها یعنی زنده گردانیدند و این چنین بعد از نماز تراویح در قسم آخر شب نماز تهجد که 8 رکعت است، همیشه این سنت مؤکده است، این را گذاریدن بسیار خوب و با فضیلت است، چرا که با این شب زنده داری ما و شما به کمال میرسد. یعنی به شنوندگان عزیز و ارجمند توصیه میدهیم که نماز بامداد و خفتن را با جماعت در بهترین وقتش گذاریدن و شبهای قدر را که این شبهای دهه آخر رمضان با عبادت سپری نمودن، نماز تراویح را کامل گذاریدن و بعد از آن نماز تهجد را همچنانی که شما ذکر کردید استاد که بعد از تراویح هر چقدری که میتوانند از این نماز که 8 رکعت است کاملی او اگر نشد 2 یا 4 یا 6 یعنی بگذارند ان شاء الله، یعنی خالصانه و از برای خدا ان شاء الله. از خداوند امید داریم که ثواب شب قدر را الله سبحانه و تعالی به همگان ما و شما نصیب بفرماید. امین امین. یعنی که ضرر نیست از آن که زیادتر میخوانند. خب قول علما خیلی زیاد است در طرز خواندن، چون اینجا سوال ها خیلی زیاد میشود، بیاید به تراویح نمیگذاریم، از موضوع دور نرویم. و اینجا سوال دادند که من درست نفهمیدم لیکن آن سوال را میخوانم به شما درست فهمید. السلام علیکم. سوال تسبیح سبحان الحنان المنان را کی خواندن ممکن است و چند روز؟ من درک نکردم، شاید شما به این درک کرده باشید استاد گرامی. سلامت باشید استاد گرامی. این دوست ما میپرسد که همین سبحان الحنان المنان سبحان الملک الدیان این یک ذکر زیبایی است که تراویح گزاران مردم تاجیک ما خصوصا اینها را بعد از هر 4 رکعت نماز تراویح خواندن مقدار آن 4 رکعت تراویح نشستن
استراحت کرده است. در این استراحت ما و اهل علم ما این ذکر زیبا را میگویند. این ذکر بسیار یک ذکر زیبا است. یعنی این وقت استراحت است. انسان میتواند ذکر بگوید، میتواند دعا بکند، میتواند امر معروف میکند، میتواند یگان مسئله مهم شرعی را بیان میکند. یعنی این را ما استاد گرامی قدر بخشش زیاد میخوام از شما، یعنی که هر روز این را به مثل کار هر روزه کردن هم به فکرم چی نیست، لیکن بعضا چون که شما گفتید این ذکر و همچنین امر معروف و نهی از منکر کردن، چون وقتی تنفس است، وقتی که کمی استراحت میکنند، آنهایی که رکعت های دراز میخوانند، سوره های دراز میخوانند، و اما اگر که گویم که همیشگی این را محکم از پسش شوید و همیشگی این کار را کنید، من فکر میکنم که این کار را رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشگی نمیکردند، به همین خاطر روشن‌تر واضح‌تر میکردیم برای تماشابیان. سلامت باشید استاد گرامی. البته یعنی درست است که این را فرض و واجب و حتی سنت گفته نمی شود. یعنی این وقت استراحت است و این نشستن بعد از 4 رکعت نماز تراویح خواندن، یعنی کمی استراحت میکنیم به خاطری که در آنجا کلانسال هست و غیره. این استراحت یک رحمت، یک نعمت و یک آسانی است که ما را شریعت امر کرده است که کردیم ثواب میگیریم، و اگر استراحت نکردند و دوام دادن نمازشان درست است، اما حتما ثوابشان باز بیشتر میشود که یک امر خوب و ثوابی که شریعت توصیه داده بود به جا آوردن. اما استاد درست قید کردن، یعنی که این را فرض دانستن یعنی خطا است. حتی در مثلا مکه مکرمه این جای استراحت بعضی ها طواف میکردن و غیره، در یعنی و بعضی از علما در وقت استراحت میبینن که نمازگزاران نو آمدن تسبیح نمیگویند، بلکه آنها را بعضی مسئله های مهم شرعی را میفهمونند. این هم کمی از اینها را هر کدامی از آنها مهمتر است بکنید شما و استراحت را بجا بیارید و نماز شما بس ان شاء الله. تشکر زیاد. فاروق سن گفت سوال دادند که تنها خواندن نماز تراویح جایز است؟ سوالشان چنین است. البته نماز تراویح را تنها خواندن درست است و جایز است، اما با جماعت افضل است، چون که رسول خدا صلی الله علیه و سلم با جماعت گذاریدن، با صحابه ها و با جماعت او را حضرت عمر رضی الله عنه تشکیل نمودند و افضلش با جماعت است. و همچنانه که شما میدانید در حدیث صحیحی که او را امام بخاری رحمه الله روایت کرده اند، صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاة الفضل ب27 درجه. نماز مرد با جماعت ثوابش افضلتر و بهتر است از نماز تنها گذار با 27 درجه. یعنی وقتی که شما با جماعت میگذارید ثواب نماز شما بسیار زیاد میگردد. واقعا بله. و اگر در بعض جاها عین حال با بعض سبب‌های معلوم مسجدها شاید محکم باشد، از این خاطر برادران سوال دادند و چنانی که استاد گفته گذاشتند، استاد محمدعلی قرار دارند در مهمانی ما، گفته گذاشتند که بله می شود و اگر که مثلا شما شرایط ندارید و امروز ما و شما برای ما و شما معلوم است که بعضی مسجدها محکم هستند و از این خاطر با اهلی پیوندان خود، با خاندان خود می توانید نماز تراویح را خودتان و با اهل بیتتان بخوانید. و اینجا یک سوال دیگر آمده رسیده است از شریپوف، میگویند السلام علیکم، آدم اگر قرضدار باشد خیرش قبول می شود؟ الله شما راضی باشد استاد. خب با فکرم اینترنتی استاد محمدعلی قربان کنده شد، در مهمانی ما هستند و به بعضی سوال ها جواب میگویند. وقتی ما نیز خیلی محدود است و اگر که استاد پیوست شوند باز آن سوالی که نوکک دادیم به آن پاسخ میگیریم و بعدا انشالله باز روزهای نزدیک تصمیم میگیریم این گونه برنامه ها را پیشنهاد شما کنیم. و تماشابینان عزیز، برنامه ما این لحظه مستقیما در چندین شبکه های
ютубӣ дар шабакаи замони донистан ва ҳамчунин дар шабакаи фейсбукӣ мо пахш мешавад ва пахши мо зинда аст дар одноклассне, ки шумо метавонед ба дигарон низ ин равон кунед, то ки дигарон низ ворид ба барномаи мо шаванд ва агар саволҳо дошта бошанд, мо ният дорем, нақша дорем, ки дар даҳаи охири Рамазон силсила барномаи саволу ҷавобро бо шумо зиёдтар кунем, то ки ба баъзе саволҳои марбут ба моҳи шарифи Рамазон, марбут ба таровеҳу марбут ба шаби қадр ба шумо ҷавобҳои муфассал гӯем. Ва иншаллоҳ интизор мешавем ва агар устод ворид шуданд, хуб ба он чанд саволе ки буд посух меҷоем ва вагарна боз иншаллоҳ рӯзҳои наздик барномаро ташкил мекунем, то ки шумо низ метавонед саволҳои худатонро ба рақамҳои ватсапии мо равон кунед ва мо иншаллоҳ ба саволҳои шумо ҷавоб хоҳем гуфт. хуб, биёед то омода шудани интернет, ба фикрам интернеташон қатъ шуд, мо як сураи кӯтоҳе барои шумо пешниҳод мекунем, тарҷумаи маънои сураро, ва баъд аз он боз вориди барнома мешавем ва ҳама онҳое ки ин лаҳзаҳо бо мо ҳастед, марҳамат метавонед лайк монед ва ба дигарон наворо фиристед, то ки дигарон низ вориди барномаи мо шаванд ва баҳра гиранд иншаллоҳ. Ва ман инҷо нидои Аллоҳ ба инсон қисмати аввали барномаро пешниҳоди шумо мекунам ва баъд аз он иншаллоҳ ки боз суҳбатро бо шумо давом хоҳем дод. устод хуш омадед бори дигар ва шумо интернети шумо шояд қатъ шуда бошад ва инҷо мо савол доштем аз тамошобини мо ва ба он савол ҷавоб нагуфтем. хуш омадед як бори дигар. обод бошед устоди гиромӣ. ва субҳаналлоҳ, хеле зиёд шуд саволҳо яку як бора. Ман онҷо гуфтанд ки агар қарздор бошад хайраш қабул мешавад. Шарипов савол доданд. як бори дигар. агар инсон қарздор бошад ва хайр намояд, хайраш қабул мешавад, гуфта савол доданд. бисёр саволи аст. яъне вақто ки инсон қарздор аст, бародарони азизи гиромӣ, аввал қарзҳои худро биканад. зеро ки бародарони азиз, қарздор агар шаҳид бошад, пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам роҳати қабрро, нӯшу неъмати қабрро ки барои некукорон ва бузургон аст намебинад, то қарзи ӯ адо карда нашавад. вақто ки қарзи ӯ адо кард, пас ӯ яъне ба роҳати қабр мегузарад, то он ҳол дар азоб аст. ба ҳамин хотир қарз бисёр масъалаи яъне ҳатмист ки ӯро инсон ҳар чӣ зудтар адо намояд. қарздорҳо аввал кӯшиш бикунанд ҳар чӣ зудтар қарзи худро адо бикунанд, модоме ки вақти қарз фаро расидааст, он муҳлати муайян шуда фаро расидааст. баъд аз он хайр ва саховати худро идома бидиҳанд. зеро ки ин қарзро кандан моли бародари муъмин аст, воҷиб аст. хайру саховат мустаҳаб аст. воҷиб амалест ки инсонро зуд ба Аллоҳ наздик мекунад. яъне бояд инсони мусалмон аввал ҳаққу ҳуқуқи бародари мусалмонро баргардонад,
بعد از آن از دومی دیگر کارها شود. همچنانه که ما و شما از شریعت میدانیم که مال مؤمن، خون مؤمن هر دو حرام است. نباید مال او را ما یعنی گرفته منع بکنیم و او را آزار و اذیت بکنیم و نه این چنین که در حق او و یا جان او زیان و ضرری برسانیم. و بهتر می شود که قرضشان رو هرچه زودتر دهد، یعنی قرضتون رو زودتر دهید، چون استاد تاکید کردن و انشالله که باز خیر شما در این ماه زیادتر و ثوابش اجرش زیادتر است قبول خواهد شد. و خب اینجا یک سوالی دیگر آمده است. در شب قدر استاد گرامی بغیر از نماز تراویح باز و تهجد نوشته کردند یگان نماز مخصوص هست یا نه؟ غیر این دو نماز دیگره تا جایی که بعض علما ذکر میکنن یعنی که ثابت با دلیل های محکم نشده است. برای همین در شب قدر این دو نماز را دوستان عزیز بگذارید. بعد از آن شب قدر شب دعا است. همچنانه که در حدیث عایشه رضی الله عنها آمده است که عایشه رضی الله عنها به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که ای رسول خدا، اگر شب قدر را دریافتم در شب قدر چی بکنم؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مادرمان عایشه رضی الله عنها را گفتند که اگر شب قدر را دریافتی در آن شب چی دعا بکنم؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که ای عایشه بگو که اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یعنی پروردگارا تو بخشنده هستی و بخشیدن را بسیار دوست می‌داری، مرا ببخش. یعنی در این شب قدر بغیر از این طاعت و عبادت و نمازهایی که گفتیم که عبادت‌های بسیار بزرگ و زیبا است، شب دعا است. یعنی در این شب بسیار دعا کردن لازم. و این شب قدر برای چه شب قدر گفته شده است دوستان عزیز؟ شب قدر برای آن شب است که صاحب قدر و مرتبه و فضیلت بزرگ است. شب قدر صاحب شرافت و بزرگی و فضیلت است. برای همین شب قدر گفته شده است. و این چنین شب قدر گفته شده است که طاعت و عبادت در این شب بسیار قدر بزرگ و ثواب زیاد دارد. و شب و حتی آیت نازل شده است درباره شب قدر. درست آفرین استاد، بسیار خوب قید کردید. سوره با این نام سوره، در این سوره کاملا الله سبحانه و تعالی درباره شب قدر صحبت میکند و بیان میکند استعیذ بالله لیلة القدر خیر من الف شهر. طاعت و عبادت شب قدر بهتر است از 1000 ماه طاعت و عبادت. یعنی در این یک شب دوستان عزیز هر چقدر طاعت و عبادت میکنید خداوند به شما ثواب 1000 ماه طاعت و عبادت را عطا میکند. آیا میدونید 1000 ماه طاعت و عبادت چقدر یعنی طولانی است؟ 84 سال. علما گفتن اگر 1000 ماه را به سال برگردانیم 84 سال، یک عمر طولانی. یعنی یک شب خداوند به ما و شما نصیب بکند اگر عبادت کردیم ثواب 84 ساله طاعت و عبادت به ما و شما به فضل و کرم الهی نصیب میگردد. خداوند از این فضیلت در ماه رمضان و در هر سال سالهای طولانی نصیب ما و شما بگرداند که از این دنیای فانی و از این بین نوش و نعمتهای به شمار الهی وقتا که به نزد پروردگار می رویم و حسابات عمر می دهیم این عملهای بزرگ با خود اله برده باشیم. امین. بهترین قید کرده، چون من چند وقت پیشتر یک گفته های عالمی را تماشا کرده بودم که گفتند وقتی که انا همین یک نفر را گور میکنند، یک میت را گور میکنند و میگویند اگر میدونستی که از قبر بیدار میشد یکم چی میگفت؟ میگفت که اگر میتوانستم یک روز روزه ماه رمضان میگرفتم. یعنی این بهترین نعمتی که الله برای ما و شما نصیب گردانده است و هر کسی که این ماه را دریافت باید که از آن بهره گیرد، چون ما از سال به سال انتظار میشویم که کی ماه رمضان می آید، اما رمضان آید و مقرری برآید. بدبخت است آن شخصی که برایش چنین کرد. و اینجا یک سوال دیگر استاد گرامی قدر آمده است، بیاید جواب گوییم. اگر
قضاگی نماز قضا داشته باشی نماز تهجد خوانده می شود سوال دادند. الله از نمازهای درست. قضاگی نگه دارد ما و شما را. البته دوستان عزیز، نماز قضایی داشته باشید هم تهجد خوانده می توانید، چرا که این نماز قضایی باید که ما پیش می گذاشتیم در وقت خود، اما متاسفانه به سبب کوتاهی و بی اهمیتی قضا شد. خداوند ببخشد و به ما آن قضاها را هر چه زودتر گزاریدنش را نصیب بکند. اما شما قضایی ها را بگذارید، یک جدول، یک برنامه بکنید، هر روز یک وقت نماز، یک روزه نماز قضایی را یا 2 روزه یا 3 روزه را، و در این ماه شریف رمضان هر چی زیادتر بکنید قضایی های خود را. در عوض نافله ها را زیاد خواندن، شما اول قضایی های خود را زیاد بخوانید، پس اگر بعد از این قضایی های خود را گزاریدن وقت زیادتی یافتید، پس نافله ها را بگذارید. اما نماز تهجد ترک نمی شود، به خاطر که این افضل ترین و بهترین سنت است و بعد او سنت نماز بامداد است از نگاه فضیلت. بعد از آن 4 رکعت سنت پیش از پیشین است، سیوم از نگاه فضیلت. پس دیگر سنت های 5 وقته نماز ما و شما است. تشکر زیاد، خیلی خوب گفته گذاشتید و بیایید اکنون دیگر جنبست میکنیم، چون در شما نیز وقتی سحور است، شما را نیز وقتتون را زیاد نمیگیریم. انشاءالله باز به همین گونه برنامه ما روزهای نزدیک آماده میکنیم و انشاءالله به بعضی سوالهای دیگری شما جواب خواهیم گفت. و من باری دیگر تکرار میکنم در مهمانی برنامه ما ختم کرده دانشگاه شهر ریاض استاد محمدعلی قربان قرار داشتند و شما را یک بار دیگر خوش آمدید میگویم و الله پاداش نیک برایتان عطا کند، چون وقتی خودتان را دریغ نداشتید و این واسه به بعضی سوالهای ما و تماشابینان جواب گفتید. آباد باشید. خداوند در عمر شما و در کسب و کار و در اهل و عیال شما برکت بدهد که شما این همه زحمت ها را کشیدید و این همه را طرح ریزی و برنامه گذاری و در یک طرز خوب عملی نمودید. خداوند الهی در عمر و کار شما برکت بدهد. به شما هم یک جهان تشکر. این رمضان و شب قدر را خداوند با بزرگترین ثوابها نصیبتان بگرداند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تماشابینان گرامی، شما با شبکه قرآن دستورالعمل انسان باشید و ما در شبکه قرآن دستورالعمل انسان 24 ساعت برنامه هایمان ادامه دارد و پس از چند لحظه دیگر یک بار خاموش می شود و دوباره باز افیر برای شما پیشنهاد کرده می شود و شما می توانید ترجمه معنای قرآن کریم را گوش کنید. یعنی این 24 ساعت انشاءالله برنامه های ما دوام می یابد و روزهای نزدیک باز صحبت های دیگر درباره اعتکاف انشاءالله و همچنین درباره شب قدر، چون ما همه معنای شب قدر را در یک برنامه نمیتوانیم که برای شما شرح دهیم. آن را ما انشاءالله نقشه گذاری میکنیم و پیشنهاد میکنیم و هر کسی که اگر خواستید باز میتوانید به شبکه تلگرامی ما نیز داخل شوید. در شبکه تلگرامی ما ویکتورین های علمی داریم، در آن میتوانید اشتراک کنید و همچنین ترجمه معنای قرآن را پیشنهاد شما کردیم و MP3 آن را بدون اینترنت شما میتوانید از شبکه تلگرامی ما دسترس کنید و بهره برید، گوش کنید. الله هر یکی شما را در پناه خودش حفظ کند و خود من این لحظه با شما خیر و خوش میکنم تا با خوری دیگر. الله نگهبانتان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له
شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. به نام الله بخشاینده مهربان. حمد و سپاس مخصوص الله است که قرآن را بر بنده‌اش یعنی محمد صلی الله علیه و سلم نازل کرد و هیچ گونه کجی و انحراف در آن قرار نداد. کتاب استوار تا از عذاب سخت از جانب او تعالی بیم دهد و به مؤمنان که کارهای شایسته می کنند مژده دهد و پاداشی نکوی برایشان وجود دارد. سوره کهف آیت 1 و 2. تماشابینان عزیز، امروز تصمیم گرفتیم چند سلسله برنامه برای شما تقدیم کنیم. سلسله برنامه تحت عنوان ندای الله بر انسانیت. برای به دست آوردن مقصد نزول قرآن 5 مرحله زیرین وجود دارد. در زیر هر مرحله دلیل ها نیز از قرآن ذکر شدند. گوش کردن آن. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. و هنگامی که قرآن خوانده شود پس به آن گوش فرا دهید و خاموش باشد که فراگیر رحمت شوید. سوره اعراف آیت 204. 2. خواندن و تعلیم گرفتن آن. دلیل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده ایم و آن را چنان که شایسته است می‌خوانند و به مطالب آن ایمان می‌آورند. سوره بقره آیت 121. 3. حفظ و از خود کردن آن. دلیل: بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. بلکه آن آیات روشن است که در سینه دانشوران مؤمن جای دارد. سوره عنکبوت آیت 49. 4. اندیشیدن و پند گرفتن از آن. دلیل: کتاب انزلناه الیک مبارکا لیدبروا آیاته وليتذكر
أولو الألباب. ای محمد صلی الله علیه و سلم، این قرآن کتاب است پر برکت که بر تو نازل کردیم تا مردم در آیاتش بیاندیشند و خیرتمندان پند گیرند. سوره صاد آیت 29. و پنجم، عمل کردن با آن. دلیل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. کسانی که سخنها را می شنوند و از بهترین آن یعنی قرآن پیروی می کنند، آنان کسانی هستند که الله تعالی هدایتشان کرده و خیرتمندند. سوره زمر آیت 18. روزهای نزدیک برایتان از سلسله برنامه ندای الله بر انسانیت برنامه های دیگر را پیشنهاد میکنیم. به شبکه های ما ابونه شوید و نوار را به دیگران فرستید. الله از هر یک ما و شما راضی باشد.